کجا میره خودی خود بیگونه پرست؟ چره؟ ای به من چه رفته داره؟ ای به تو چی رفته داره؟ بله برو اول با پیار خوب بگو عباس شکر خدا که جای نمزاددار شده که اسم خسرو به تمام همین دنگ میکنه. که کی باشه؟ که کی باشه؟ نوشته سی ماما شاه گلخان. ماما شاه گلخان از کجای با؟ ماما شاه گلخان از اون قلعه امیت خانیه که اسم دنگ میکنه. اسم به چی هم کجیر خان. کجیر خان؟ ها نه گیل گدا. خوبشه که شما باید خرمان افتاده. بفهمیدی؟ تو بچه خاله منی چرا به من گدا میگی؟ گدا میگم. گدای شما خودی خود بیگونه پرستین. چه خودی خود بگم بودیم که خود ندادی به من. از من چی دیده بیدی؟ خود داده میگم داده میگفته که من عباس بچه خوبیه. من مادر خاله من خوش ندارم. مادر او از دستی بچه که من نمیچکه. آره ما بونه میاریم. داده میگه که از مادر عباس از او سهش نون نمیخوره. انا چیزه ما او سختی میکنه او ما نمیته. خوب شد که نشد شکر خدا انا حال میرم کن بزنا خبر بدم که فاتح کنیم به 2.5 لک روپیه. بابا بله یا از ما چنده؟ از ما 5,66,000. انمون دومات کار به شما بیتره که تا سال فقط میگی مثل اندونه صاف شده. عباس سیرین کشید 1 تون سال نمونده. گپ مفنزه. یک تون بزن بچی خونه آماس از با خود شما چاله خود میتونم خودت خود بنگاه میتونم با خود یک گپ بگونه پرستی. تو بگو شما بگو تو بگونه پرستی خودی خود بگونه پرستی. برو تیگو خود برو تو برو خود چیر کن. من میتونم خودت تو خدای وسی یک گپ بفهم که آماس دیگه تو دیوار می خدای ما مایه تو نانه تو نمایه نانه تو نمایه برو پیار خوب بگو که نانه تو طلاق ده دادی ما تو نمام دیگه من نمام بمون دومات کار شما خیلی خوبه همون دومات کار خوب باشه شما بیتر به قیافه شما میخوره دومات بازار پیار تسری چینه داره برو به قیافه شما میخوره به پیار خواهم بگو شما برم خبر فاتح کنم چی بگو که عباس برم به خونه خسرو که خبر کنم فاتح کنم برو سلام به دومات خو به دومات کار خو خواهد به سر شما شه به بچه خاله چیگه پای خیریت بخیر جان شما جا بخیر منطقه ما آمدی با والا میتونم بیام آدم که برم دم خانه خوب شطور بدیدم رسیده به دم خانه کجا میبری بخیر میرم باغ ایودم امروز گفتم برم باغ ایودم خوبه گفتم بچه خاله اون پولی که با ما قول کردی گفتی برای تو میدم انا بیام بودم برای اون پولا گفتم سعی کنم تو چی میگی برای روزم که به صرفات دست که شیشته بده دیگه بخاطر که پول با کم بود نگذاشتم گفتم با شما بزنا گفتم 1-2 روز بعد دیگه پول برای شما تیار میکنم میارم خوبه انا بیام آدم گفتم باشه که در خونه تو برو از خونه بست و خاله خدا گه برو به خونه اومده گذشته و یک زنگ بزن برای خاله مینا بگو که بچه خواهرتو میای که باز بابا نمیدم پول به تو دادن که پول میدم مشکل نیه خب بازم یک زنگ بزن بیتره من مال از خونه بیری شدم کاش میامیدم خونه میدادم داد من هم تا آمدنی بودم دیگه خوبانه برا دیدم هم دیگه یک کاری هست بچه خاله گپ کنه مسئله همی ضد مزید شد انا بفهمیدی انا ما که اینجا پا خور بقدشتم می دختر خور به بچه خوشلوچی خو ندا بفهمیدی و ما یاد داشت نه بچه خاله من نورالله میاد 50,000 پول بدم برای او صحیحه بدم خوب خدا ببخش بچه خاله خیلی گپ نیه مشکل نداره خب دیگه یکی همی بود که مثلا حال اینا که هستن با ما بیگونه هم فهمیدی ها دیگه با دل باز نگم که آدم با ما 2 روز بعد گفت مثلا راه خود بگیری برابرت کار خوب کاره که از ما کرده مثلا عباس که بزینا نزدیکتر هم بود بفهمیدیم بزون ندادم بچه خوشلوچی بود بزون ندادم مثلا خود ما شیشتن خیشی کردم بعد ما حالا به فکر از این گپ بشم دیگه خود کم نیاد پیشینا برو 50,000 بست تو ببر بچه خاله که دل جمع شه حداقل نگم که انه 2 روز اینا به 3 روز و 4 روز رسید برو زنگ زدم خب کار نداری بس کن نه سلامتی نه دیگه میرم در خونه زنده باشه میرم میستونم میبرم دم سلام مامان رو سلام میگم باغ انگورم برو بخو باز اگرم تو وقت فارغ شدم خوب برو خیر باش خداحافظ
داره زیوی موشن بکشونی کاکا خسرو هستی؟ آه مونده نباشی. زنده باشی. سلام علیکم. مونده نباشین. خیریت بخیری. جان شما جان چی گفت اختیار هستین؟ خوبه. شکر زنده باشین. بیا مودم به خونه نبودیم کاکا خسرو. بیامون تای ماشا می پیچکو خیلی عرف کدمی علفار میکنن تای ماشا خوشیم همونجی بود گیلک بچه شما همونجی بود نمزاد من همونجی بود پرسان کردم که کجا هم کاکا اینا گفت من چون از سرا بدر شدم دیگه نمیفهم که کجا رفتم سرا بدر شدم نمیفهم که تای ماشا و تای کنجه تا و چیزا چیکار کنم دیگه یک کاکا همین پولا شما را آوردم پول آوردی بله دیگه همین لبزه که به شما بکرده بودم گفتم لبز خو استاد چون دروغ دارم نشه با ساعت ما و شما دیگه بفهمیدین کاکا جو تو آدم گم میبینی که گم دیگه هر چی نکنی حق شما کاکا خیر بینیم که امروز مثلا به پیشمون مردم رو مار به زمین ننداختیم گفتین خیر گپ بینیه انا پولاکا شما رو بیا آوردم به سرا دیگه بعد از این شما دیدم نیم بخونه انا گیلک و نمزاد کنم همینجا بودم انا من پولاکا رو دادم دست زن شما دادم دست کی دادی دست خانم شما دست خانم دست خوشو خود دادم بله گفتم اگه خسر ما اینا رو بدیم برای بدیم من ما گفتم باز با شما باشه بگم که با شما خبر باشه به دست کی دادی دست خوشو خود دادم او چه به دست ازو میداده کله خراب به دست ازو میده که اونا رو همه کاکگنی نگ میکنم بخو مسخره کردی تنکو نه این خسر ما به سر زن خو همه وزار اعتماد داره که من پول دونسته بیاوردم به دست زن دادم کار مار یلکت برای زن خودوی عجیب شرایطیه